دوستان عزیز، در یک دوره، در یک زمان ما زندگی داریم که زمان پیشرفت، زمان علم و تکنیک، ترقیات به پیش، عصر 21. ما یک رازبارم بگیم خطا نمیکنیم، یک گپی که بحث برانگیز بود. искусственный интеллект да امریکا پجر شده بود. من همون چند 5 برنامه کرده بودم که ای برادرها همه چیزی دروغه، ها امریکا سوخت، ها امریکا سوخت. و چی نویسگی بود که ها همون جا سوخت. من همون چند فهمیدم که چیز دروغه کیه، معلومه خودش که همون مقصد که искусственный интеллект قد سوختگان. اینه بینید، اینه مرحمت چای رو گیرید. با چشماتون دیده استین که هم خیلی میشوه سوخته. همه تلفن‌ها در الکای حوزی هست. باز هم حوزی برادرها پیدا میشن که کامera فلانچه فریب کرده، همه رو رکلام نمیکنی، التماس که شما دمای اینترنتی همه رو بگی ایش میگه بگی شرمندهش که، ایش میگه بگی رکلام که مرا فریب کرد. هوشیار شنه برادرها، دیگه یک دوره یک زمانی هست که باید ما هوشیاری زیرکی را دست نتیم، چست و چلوکی را دست نتیم برادرها. خواهش میکنم احمد دیگه هیچ کده باور نکنین در اینترنت. اینه ببینین که همه کار کده میشوه، همه چی شیده است عین زمان. برای همه خواهش میکنم اول ببینین، یا نمیدونم ویدیو زنگ میزنین، گپ میزنین که همه آدم انیق هست یا نیست. چی رکلامای بردروغ بروردهستند. اولی بانکو اینامی بانک سابشنی میایده که اینم همون بانک سابشنی میایده که فلان مقصد همین کد بوده ما یک وای کنیم شد تگذرونیم تو کد میتی تمام الله اکبر چیز در کارت داری سینمات میکنه میگیره. بسیار شده است. ای بانکو ما سابشنی اومد که هم خیلی فریبگرا احتیاط باشین. ای سیم کارت ها سابشنی میاد، باور دارم که بسیار تا اومدگی هم سابشنی ها که احتیاط باشین. ای خلبان، ای دزدان، ای فریبگران، ای غارتگران احتیاط باشین. باز هم همچو دوستانه همچو برادرانه از همت خواهش میکنم که احتیاط باشین در همین مسئله. در رو زود باور نشین، باور نکنین. یک جیانم زنگ میزنم تقایی همین $100 این میره قنات پارتا تقایی جان. نگاه میکنم نمیره ازبکستان. میگم چیکار میکنی این رقم $100 پارتا؟ انا میره قنات $100 پارتا و اوس ما یا بازده اشتراک کردگیم بریدگیم. تلفن آیفونی ما روی میکنن، گفتن که اپلش روی که ما تلفن آیفون تا روی کنیم. اینا کالو، اینا عقلو، اینا مردک باید دیگه تو $100 روی میگین جاش دو تا میگیره چور نمیکنه تمام دیگه. نه کتیبه گپ زده میتونی نه هیچی. خیرته که مرا گفته که تقوی اگر روی که ما آیفون رو بگیرم مقصد خیلی گپ و چپ نیست. او آیفون تو در سر رمون در نزده 20,000 سومون میگیرن، اگر به هیچی میتن تو دارم. او اولش که دودنی باشه، مثلا هم تو همون بازیش اشتراک دودنی باشه دیگه، او 19,000 دو دایو همون 1000 سوم دیگه شو دودن نمیتونه که ما آیفون رو روان کنه بگه که تو بوری همه چیزا اینا برد نمودی. گفته این کارو رو باور نکنین. خواهش میکنم هر کار دودنشین هر یک کار میکنین اول 10 آدم پرسن 20 آدم پرسن که همین کار در حقیقت هست یا نه، بعد کارتونو دوام بدین. خواهش میکنم که من باور دارم 95% همین کارو دروغه. 95% همین کارو دروغه. باور نکنید. خداوند نگهبانتون زنده و سربلند باشید. شرکت شمس‌الدین برای گذاشتن سرحد این رقمشون نفرانی که در مسکو یا که مسکوسکی اوبلاستن میتونن مراجعت کنن. البته که سالهای زیاد کار و فعالیت میکنن در امیر هم میتونن چون که بدرورن هم درونی سرحد مقصد هم مهر و پیچتو رو بگیرن با گردنده شما رو صبح سلامت به جای کارتون یا به خونتون بیارن. مرا مراجعت کنین. شرکت شمس‌الدین در خدمت همه شما مردمی غریب. خدا نگهبانتون.